امشب قبل از اینکه چشمانت را ببندی، قبل از اینکه دوباره ذهنت تو را به سمت نگرانی های فردا ببرد، فقط برای چند دقیقه با من بمان. اگر امروز روز سختی داشتی، اگر کسی دلت را شکست، اگر از چیزی می ترسی، اگر آینده‌ات برایت مبهم است، اگر خسته‌ای از اینکه همیشه قوی باشی، این پادکست برای تو است. گاهی زندگی آنقدر سنگین می شود که حتی توضیح دادنش سخت است. لبخند می زنیم، کارهایمان را انجام می دهیم، با دیگران حرف می زنیم، اما در درون طوفانی جریان دارد. شاید امشب همان شب باشد، شبی که ذهنت آرام نمی شود. به اتفاقاتی فکر می کنی که باید جور می شدن اما نشدن. به آدم هایی که باید می ماندند اما رفتند. به دعاهایی که فکر می کردی جواب می گیرند اما هنوز سکوت است. و اینجاست که قلب آرام آرام خسته می شود. اما می خواهم امشب چیزی را یادت بیاورم. تو مجبور نیستی همه چیز را همین حالا حل کنی. همه جواب ها لازم نیست امشب پیدا شوند. همه زخم ها قرار نیست همین لحظه خوب شوند. گاهی بزرگترین آرامش در حل کردن مشکلات نیست، در سپردن آنهاست. سپردن به خدایی که چیزهایی را می‌بیند که تو نمی‌بینی. فکر کن اگر می‌توانستی فردایت را ببینی، اگر می‌دانستی بعضی از این نگرانی‌ها اصلاً قرار نیست اتفاق بیفتند، چقدر از باری که الان در روی شانه‌هایت هست سبک می‌شد. خدا آینده را می‌بیند و اعتماد یعنی همین. یعنی حتی وقتی مسیر تاریک است، بدانی کسی هست که راه را می‌شناسد. شاید امروز در بسته شد چون چیزی پشت آن در برای تو مناسب نبود. شاید تأخیر تنبیه تو نبود، محافظت از تو بود. شاید آن چیزی که از دست دادی پایان نبود، تغییر مسیر بود. ما انسان ها معمولاً فقط لحظه الان را می‌بینیم، اما خدا تصویر کامل را می‌بیند. پس امشب همه آنچه را که در قلبت سنگینی می‌کند یکی یکی زمین بگذار. نگرانی مالی را بسپار، ترس از آینده بسپار، دلشکستگی بسپار، خستگی بسپار، ترس از تنها ماندن بسپار. فقط آرام نفس بکش، دم و بازدم. تصور کن که با هر بازدم کمی از نگرانی از بدنت خارج می شود. تو لازم نیست امشب همه چیز را کنترل کنی. واقعیت این است که هیچ وقت هم قرار نبوده همه چیز در کنترل تو باشد و این اصلاً چیز بدی نیست. چون وقتی همه چیز را خودت حمل میکنی خسته میشی، اما وقتی اجازه میدهی خدا بخشی از آن را بردارد، قلبت آرامتر میشود. اگر امشب دلت سنگین است، این جمله را آرام با خود تکرار کن. خدایا، چیزهایی هست که از توان من خارج است. چیزهایی هست که نمیفهمم. چیزهایی هست که مرا میترساند. اما امشب آنها را به تو میسپارم. جایی که عقل من تمام می شود، اعتماد من شروع می شود. سکوت، نفس عمیق. تو تنها نیستی.
حتی اگر الان احساسش نکنی. حتی اگر جواب دعاهایت هنوز نرسیده. حتی اگر زندگی دقیقاً مطابق برنامه پیش نرفته. گاهی خدا در سکوت کار می کند. مثل دانه‌ای که زیر خاک در تاریکی رشد می کند. تو رشدش را نمی بینی، اما رشد در حال رخ دادن است. شاید زندگی تو هم همینجاست. چیزی در حال آماده شدن است، حتی اگر هنوز معلوم نباشد. پس امشب به قلبت اجازه استراحت بده. به ذهنت اجازه خاموش شدن بده و به روحت اجازه نفس کشیدن. و با این فکر بخواب: من مجبور نیستم همه جوابهایم را بدانم. فقط کافی است به خدای اعتماد کنم که می‌داند. شب آرامی داشته باشید.